سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. پیش از آن که ما صحبت شروع میکنیم یک نوار پیشکش شما هموطنان میمونیم و بعد برمیگردیم به ادامه صحبت خود. ای شعبدی هیچ انصاف مسلمون هستی که تو ما را ایت عذاب داده ای و این 4 پیسه ما 4 طلبه چرا ما سرا کنیم آخه یک میدت اچاد کسال اینا و دولینی آخه یک میدت مسلمون شا آخه ای دستایی چرا دیگه ما مسجد رفته نمیتونیم ایزا میکشیم به مرتق اگر تو یک میدت انصاف مسلمون باشی بیا آخه به این وطن تا وطن خیلی همونجا و تا اونجا توکای تو میگردی و همه دیمون 4 و 5 همونجا همینجا این دودار همینجا ایستادگی این 4-5 سال شد این هیچ گپ خبر نیست. نون خورده است از یافتم خورده است شعبدین ای دسته های چرا کسلی شدیم به خدا آخه 80 ورمدم نخواه قغمو بودی 80 ولی تو نو در 30 رفته یا نرفته تولدی انا 80 دی آخه حال عمر ما براست بعد این گپا و خیالت میزنه هم بیا پیش گلکات بیا آخه ای بچه آخه تو همه حکومت قطعی یک حکومتی با خدا آوادش است کدام پدن علت می نویسه میداد چرا دیگه همه را در همه پاچ اینترنت در یک قول می نویسی میدید هیچ مسلمون هستی ما و کسال زدیم اچاد اونا و کسال هم انصافی همون 4 ما که میریم گو میشیم همون 4 بچه خطایه میده انصاف که شما هموطنان عزیز دیدید این را امروز کمیته امنیتی یتیموف در شبکه یوتیوبی خود نشر کرده است و یک پیغامچه برای من روان کرده است و اولا با پدر خود گفتنی هستم که معذرت و صبر جمیل خواهانم برای شما که چون که شما در یک اسیر هستی از جانب رژیم رحمانوف و امروز رژیم رحمانوف میخواهد که نفرایی که آزاداندیش باشند یا که مبارز باشند یا که یگان سخنهای حق را به مردم میگویند آنها باید فشارها و تهدیدها کرده شوند به خودشان و به پدر و مادرشان. و پس سوال مطرح به میان میآید که در کدام قانونهای نونوشته حکومت رحمانوف یعنی در همون سرقانونی که رژیم رحمانوف نوشته شده است که نفری که بالغ است یعنی از سن 18 بالا است اون به دوش پدر و مادر نیست. مادامی که ما از 18 بالا هستیم مسئولیت خودمان در دست خودمان است. هر جنایتی که هر کاری که ما کرده باشیم نسبت شما مرحمت می توانید که در شبکه فیسبوک ما فعال هستیم تقریبا 24 ساعت ما فعال هستیم می توانید که از همونجا پسند کنید چون که ما در یگان جا وجود نیستیم در پنهان نیستیم دائم با مردم هستیم و این هم فشارهایی که با خانواده هایی که چه مبارز هستند چه مخالف هستند چه آزاداندیش هستند و امروز رژیم رحمانوف چیکار میکنه بالای اونها پدر مادر و همون قیمتترین چیزی که برای انسان پدر مادر باشد یا زن و فرزند باشد چیکار میکنن اونها رو پیشکش میکنن و پیغام میفرستن که تا که اینها از راه بر بگردن و با رژیم حکومت رحمانوف گفتنی هستم که اولا من یگان جنایتی نکردم هر چی کردم من چهره های پلید شما را دزدی های شما را خیانت های شما را من به مردم پیشکش کردم و این را من همچون خیانتکار جنایتکار نمی شمارم چون که من یک جنایتکار خیانتکار را به مردم نشان دادم به چشم مردم نشان دادم و این فشارهای شما هم باعث خاموش کردن یا که از این راه مبارزه دست کشیدنم نمی شود یعنی که من بر نمی گردم. باز هم پیغام با مستقیما به رژیم رحمانوف گفتنی هستم که یگانه راهی که شما داره یا قتل کردن من است یا که زندان کردن من است
چون که شما با همین دو راه می توانید که مرا خاموش کنید. شما تقریبا 5 سال پیش حاجی عمر شهید زنده‌یار رو چیکار کرده بودید؟ قتل کرده بودید و امروزها هزارها حاجی عمر دیگه پیدا شد برای آزادی، برای دفاع کردن از وطن خیش پیدا شدن و دیگه شما راهی ندارید که ما را خاموش کنید و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.